دوستان عزیز، آنگونه که در هر اختصاصی، در هر میدانی میباید شخص آمادگی بیند، سالهای طولانی خواند، سپس تجربه آموزی کند، بعد از آن به آن میدان قدم نهد. مثلا یک نفر از کوچه نمیتواند به بیمارخانه آمده اسباب جراحی را به دست او داده شود و حجره جراحی درآید. میباید سالهای طولانی این میدان را، این اختصاص را خواند. این چنین یک نفر نمیتواند بدون آموزش، بدون تجربه آموزی دست به معماری زند، بنای را بنیاد کند. ساحه شریعت نیز چنین است دوستان عزیز. یک نفر وقتا چیزی را حلال حکم میکند یا حرام، یا چیزی را فرض یا سنت، یا نفری را میگوید این مسلمان است یا شخص دیگر را میگوید کافر است، این چیز نباید از غیر اهلش صادر شود. میباید شخص سالهای طولانی خواند، آمادگی گیرد و علوم ضروری را داشته باشد. عیناً مثل شخصی که از کوچه او را به حجره جراحی می‌دارند، میگویند این شخص را باید جراحی کنید. چی پیامدهای بدی دارد؟ البته شخص بدون دانش‌های ضروری آموختن، در شریعت حرف زدن، حلال و حرام را بیان کردن، شخصان را با کافر و مسلمان جدا کردن، عیناً همین گونه پیامدی بد دارد. بنابراین امام مالک گفتن هر شخصی را که نزد من آرند ببینم که زبان عربی را نمی‌داند و تفسیر قرآن می‌کند الا جعلته نکالا، حتما او را مجازات سخت خواهم داد.